مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلی العظیم. امروز بابا بخوانم گندم دروی و خوشه های زیبای گندم اینجا دیدیم. یاد همه آیه قرآن افتادیم. قرآن متعال میگه که کسایی که اموال خود در راه خدا انفاق میکنن مثل این دانه گندم هست که وقتی دانه رو میکاری در زمین از 7 خوشه در بیاره و در هر خوشه 100 دانه گندم باشه، یعنی یک دانهش میشه 700 دانه. خدا انفاقی که انجام میدیم 700 برابر بلکه هم بیشتر حساب میکنه. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. و این رو نشان میده خدا متعال به خاطر بنده های خود ببره در بهشت دنبال بهانه میگرده. یک خوبی رو یک افغانی رو مثلا در راهش انفاق بکنی 700 بلکه هم بیشتر برابر حساب منه و یک بدی رو هم خودش حساب منه بلکه هم فرصت جبران میده. هم توبه موبه هم داریم همه برای همه چیزه ما جبران بکنیم و خدای خیلی مهربانی داریم و این خدا رو به خاطر همه از این نعماتش شکر میکنیم.